همچنین همو گپ‌های سخن‌های شما، دعاهای نیکی شما، لایک کامنتاریای شما که برای کمی به نوار پهن میشه با آدمای ضرورت. الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا. الحمدلله پول اوبشی در کارتا 204,000 جمع شد. هم خلاص نکرد 204,000 جمع شد. الحمدلله الله برکاتم تا برادرای عزیز 204 انا اینک بابای حاجی امونتیو 2 میلیون الله برکاتم تا خداوند خیرتون قبول کنه. چی گفتن نکرد؟ حضور رحمت برادرای عزیز اکای حاجی این 2 میلیون که گفتن که صحبت مرد خدا مردت کنه، ما نو فهمیدیم که خدمت مرد خدا مردت کنه. گفته پروردگار رب العزت حاجی محترم از درگاه خداوند خیش برای شخصیت شما خانه آباد. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوخ سلامت هستین. برادرای عزیز چهره که میبینین برادرمونه ما یک 2 روز 3 روز پیش الحمدلله که یک نوار کردیم. این دو درچمونه باید که جراحی کنن. الحمدلله که یک نوار پرتوفته بودیم که برای جراحی همین دو درکمون کمی مبلغ در کار شده بود. الحمدلله برادرای عزیز الله برکت و متن یاردم کردین، دستگیری کردین. الحمدلله خدا را شکر. با یک برادر دیگرمون الحمدلله که شما همتون میشناسینش میدونینش برادرای عزیز، الله مهربان حاجی برادرمون عمرش زیاد کنه، خداوند در کسب و کارش برکت بده، پروردگار خیری کردیش به درگاهش قبول کنه. الله رب العزت هر یک خیری که میکنه خداوند مهربان قبولش بگردونه. ما مینداری خودمون بیان میکنیم. حضور رحمت خیلی دیگه چی گفتن اینا پدرش هست همینجا. سلام علیکم برادرای عزیز، حضور رحمت برای خدمت کردگی تو. حضور رحمت خدا اکای حاجی رحمت کنه. گذشتگان تا خیلی جوهر گشتم، خیلی جوهر در از در اومدیم. یکون که از مقصد که خیلی که شما ما رو یاردم کرده برای فرزندگمون، یکون چوای نشید به همین کمک خطو انشالله که کارمون بوچید. حضور رحمت برادر عزیز امید نداریم. شروع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز، سلام گرمان و جوشان خاص از جانب ما و جانب شما. با احترام حاجی محترم، باور کنین حاجی محترم ما نمیدونیم چگونه میندارگی خود را برای شما بیان کنیم. همین را گفتنیم که میگفتن که صحبت مرد خدا مردت کنه، ما نو فهمیدیم که خدمت مرد خدا مردت کنه. گفته پروردگار رب العزت حاجی محترم از درگاه خداوند خیش برای شخصیت شما خانه آباد، عمر دراز، تنی صحت خواهانم و از پروردگار ادعا دارم پروردگار را همیشه خنده در لب شما هویدا باشد و پدر و مادر مهربانتون دعاگوی سر شما خداوند در تار سر شما نگه دارد و خداوند فرزندکاتون به کمال پیری برساند. حاجی محترم باور کنین میخوام که زیادتر بگم، اما بالاخره از شادی و از خرسندی همین طفلت نمیدونم که زبان در دهان لال است. حاجی جان میندارگی خودم رو، میندارگی این برادران، میندارگی اکای لنگری و اکای بابا جان و تمام خیش و اقربان پدر و مادر این برادر رو برای شما میرسونم. و مقصد گپ چی گفتنیم، در کجایی که باشین خانه آباد و سربلند باشین. خداوند رب العزت آن وعده هایی که در جنت زیبایش کرده است، خداوند مهربان در بلندترین مقام جنت الفردوس خدایا برای شما جا بفرماید. نحمده و نصلی علی سید الکریم و آخره دعوانا الحمدلله برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه. اول و آخرش پروردگار شما هستی که چقدر سبب میشه. وقتی ما سبب میگیم
همچنین همو گپ‌های سخن‌های شما، دعاهای نیکی شما، لایک کامنتاریای شما که برای کمی به نوار پهن میشه با آدمای ضروری و درکاری که الحمدلله بسیار هم خیرخواهای ما میرسه همین نوارا میبینن الحمدلله اینا کمک میکنه همچنین برادران نیازمند. اکا جان شما در چند سوم در کار باشید؟ 2,500,000. 2,500,000 الحمدلله با خواست پروردگار و دستگیری شما، یعنی که الحمدلله قسمی که شما جمع کرده کمی که بود از جانب شما بود 100 روبل 50 روبل 1000 روبل چقدر بود پروردگار از شما راضی باشه جمع شید. باقی مانده و حاجی جان با گردن گرفت الحمدلله برادران پیش رفتن و مبلغ گرفتن. من چی بگم خلق امی و تاجیک ما سال کرانتین اکا جان پس نوارم هستن برادرها سال کرانتین بگیم یک دل بودنشونه مهربان بوده اتفاق بودنشونه در تمام دنیا مقصد نشان داده بودن به هم خاطر همه وقت دلسوز هستن. من گفتم کو برادر یک چیز سبب میشه برادر گفتم پروردگار درد نمیتیه که برندش برداشته نشود. این برادر تا همین جای ما را رسیدن از جای ما با او جای برادر حاجی رسیدن چقدر درو را کوفته بود خداوند هم خیلی اوورد ان شاء الله سبب شدیم همین نوارای ما شاید برادرایی که پهن کردن نوار کردن کامنتار کردن استوریز کردن اکوی در کاری دیدن زنگ زدن برادر لنگری خداوند امرش بده برادر عزیز الله شاهد که نتولی 4-5 در همین بر ما هسته داو شب به خدا نه پیش اویلش رفته نه پیش مقصد پدر مادرش رفته حرکت کرد تو همین کار بد نشه در همینجا نرفین ان شاء الله با هم خاطر امر بده در حق برادر دعاگو باشه خدا الله شاهد که من به خاطر الله دوستش می‌دارم پس اکرانم پیش اکرانم یعنی که برادر الحمدلله خدمت میکنه با هم خاطر من چی بگم از تمام مردم مسلمان از تمام مردم تاجیک از فارسی زبان ها خصوصا از همین حاجی برادری که خدمت کرد در همین حق این فرزنده که داده که چقدر خرسندی ما دیدن در این دکانمو از همه تو میندارم پروردگار چقدر که در پیش حقاری به حرمت نشه 1 تونه میلیون بگردونه چقدر پروردگار وعده داده 1 بتی 10 میتیم ان شاء الله این خداوند وعده داده نه لنگری نه من نه برادرو وقتی وعده خداوند حق است 1 دودی 10 میتی خداوند میلیون تو بتیاو از همه تو میندارم سخت خرسان شدیم الحمدلله که کاری برادر بچید ان شاء الله زبور ذکری تمام خداوند حفظ کنه. برادران عزیز در آخرم یک چیز گفتنیم قوت نیکی نداری بد نکن والله العظیم برادر و محترم کسی بخوای که کی بدن لنگری را بفهمی مثل ما بیا 4-5-10 روز در برش بگرد والله که بد میفهمین قوت نیکی نداری بد نکن برادر و محترم کامنتاریو رو میخونیم یک سخنای دردناک مینویسه که والله که باور میکنید جگر انسان پاره میشه الله شاهده که بربر ما 5-6 روزه ساعتش دیگه که همین آدم تخم در آب پختگی خوردگی یا همین خدمت کردگی برادر عزیز بیا یک دیگر فهمی کنیم سخنای مقصد زشت و قبیح نگیم از همین شخصیتایی که همین ویدیو نوار خاص تماشا میکنن در حق همین برادر من امانت از شما طلب دارم که در حق جان برادر و پدر و مادرش دعا کنید در پناه الله باشه. اکا لنگری جان شخصا من میندارگی خود را برای شما بیان میکنم خداوند 100 ساله شوید بعد از آن پیر شوید رحمان مردم مسلمان مردم سبلند برادران سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مقبول تلاوة قرآن، خوشنودی حضرت رحمان، اجابت دعای مؤمنان، حضرت جناب رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم، اصحاب کرام، ازواج مطهرات، تابعین و تبع تابعین، مفسرین، محدثین، مجتهدین، ائمه دین، چهاریان اعظام، علل خصوص بگذشتگان صاحبان صدقات، صاحبان خیرات، علل خصوص بگذشتگان از اولین تا به آخرین گذشتگان اکای حاجی بابا، خداوند رحمت و مغفرت داخل جنت و برای اهل زندگانشان توفیق بندگی عمری دراز با سعادت نصیب و روزی و پروردگار و بابای حاجی را زیر لطف و لقا و رحمت و شفاعت خودت قرار بگردان و آخر دعوانا الحمدلله برحمتک یا ارحم الراحمین.